یه شارژر نمونه 20 وات واسه ما آوردن، چون 20 وات زیاد چیکوندیم گفتیم که اینو خیلی سریعتر انجام بدیم، زیادم توضیح ندیم. گفتن اورجیناله، قیمتش هم خداییش تو بازار خیلی دارن گرون میفروشن. این قیمتی که ما داده تقریبا 700 دارن این کالا رو جای اصلی میفروشن. حالا ما میشکنیم اگه اصلی بود که میگیم اصلیه، که بعید میدونم. الان این برچسبش رو کندیم. اگر هم اصلی نبود که بهتون نشون میدیم، با دلیل بهتون میگیم که چرا اصلی نیست. درسته؟ شارژر اصلی هیچ وقت اینجوری این یک فندق نمیشکنه. بردش رو نگاه کنید، متریال برد فوق العاده ضعیف، سیمپیچ ضعیف. کلا نگاه کنید، اصلا برد اورجینال هیچ وقت این شکلی نیست. این همون آیسیه که خیلی تاثیرگذاره، که 100% زیرش فیکه. دیدید این آیسی خالیه، زیرش خازنه و اتوکوپلر هم من گفتم خازنه. بعد این که نگاه کنید این سربه، میبینید اینو شبیه خازن در آوردن، دورش رو کاور کردن که بگن این کسی متوجه نشه. نظر وزنی هم وزن شارژر رو میبره بالا. 10 گرم خود همین، یعنی 10 گرم به وزن شارژر اضافه میکنه. پس این همون شارژر 3600 است که میفروشن، میگن اورجینال، قسم آیه هم میخورن. این همونه. مرسی.